کارگل درست میکنیم. البته اوستا دارن درست میکنن برای تنورمون. تنوری که خب اینجا دارن اوستا و بقیه کار میکنن. شب ما خیلی هم نور نداریم، دارن تنور رو و در ضمن داره شلم توش میره. جواد آقا دست اینجوری بگیر. آفرین. پایین بگیر. اینجوری بگیر. جواد آقا اینجوری بگیر. و نه برعکس. نه دیگه. دستتو اینجوری نگاه، گوشیتو اینجوری بگیر. اینجوری نگیر، اینجوری بگیر. نه. به سمت کاکلا بگیر. نخواه اینجا که بنیسیم. پایین تر بگیر. نورت به سمت مایه، اینجوری به سمت پایین بگیر. آفرین. چه کارگلی هم هست. اینا صبح پاشی کنیم بی کارگل میده. هر روز صبح پاشی کنیم خراب نمیشه. پاشی نکنی کابلا رو. نه بوی کارگل بلند شد. خوبه. تصمیم جون تو هم میخوای کمک کنی؟ اینجا دیگه همه دارن کار میکنن. شبه تاریک هنوز. ما هنوز بیرون از کانکسمون برق نداریم. شب داریم کار میکنیم. انشالله زودتر تموم شه. حوضچمون هم توشو رنگ کردیم. انشالله بتونیم هرچه زودتر کاراشو تموم کنیم. هنوز خلاص نشده. اینم از باکس بازی بچه ها که رنگش کردیم. تقریبا دیگه تمومه. انشالله بتونیم باش بندازیم. نیمکت ها هم آماده کردن تقریبا بچه ها دیگه گذاشتن. مادر بیام چرام برای میارن شوخی ها و چرام برای میارن و آخر اومد مینا یک خانم قاسمی خانم بزده ولی همینجا میشه او باز معرفی میگه ما چطور مثلا فلان میکنیم بردن خدا بیاموزه برای همین آجی کارتری دو تا ساخت، برای خانه عملی دو تا ساخت، همین خیلی تنور ساخت، حداقل 150 تا تنور ساخت. به اون موقع زمان ساخت. بعد همین کلانتری آجی کلانتری بود که دو تا تنور داشت. مادر می‌گفتم دفعه یک بار یا دو بار مرا برای کلانتری بود.
نون پاپون با خلیج فارس مردم میرن میان فقط و ما همچنان بنایی داریم. نور محمدی بود خدا بیا مزخرف با خدا گرخشیدش پاسمان بود که به چشم چه گوش نور محمدی حاجی نور محمدی پاسمان بود بله ابی خیلی بودن حالا دیگه چیزی نیست حالا من جوی شامل ایناشو گرد کنین. آی دانه ایناشو گرد کنین قشنگ میشه. کجا؟ نه اینجا رو گرد کنین مثل خانه نباشه. ها کاش اول میگفتم گرد میکردین همشه. اون گرد باشه. گرد قشنگه سنتی باشه. حالا قشنگ شه. اینجوری قشنگه. صاف نکنه. همونم گرد کنه نمیشه. آبی اگه نگه نه هستش همین جدا میکنه. همون جلو نمیشه آدمی مثلا من بیشتر نه اینی گفتن یکم توتر بشه. نه ما خود ما گفتیم خالی کنن. نه گفتن بشه که ولی که بتونه از شاطر بره جلو. خیلی خوب شد. قشنگ شد. دست شما درد نکنه. خدایش زحمت کشید. خدا خیر شما بده. یک چیزی بماند به یادگار از شما آدانه. شناز نبیده شروع آدنم نمیدونم کیا هستن نرفتم که هنوز باید برم ببینم بریم ببینیم چه خبره بیان چنور رم بیان نگاه کنم بیان چنور اونا یک بازرسی دارن چیز بگیم برداشت اگه گیر در نه پیدا چی گیر خدا مردم به همین نور مخوردم این سنتیه وقتی سنتیه توش که کارگر نیست دیگه بیرون بعضی هم آمد داره تو خانه های شنید رو بزن نور رو بزن به تو شهر یک سیمانی کاری نه سیمان نمیکنه سیمان بخوام بکنه همون کاشی نه سیمان نمیکنه نه خانم یک سیمان نداره یک سیمان مثلا یک سیمان نه دوست دارم کاگلی باشه کاگلی قشنگ قشنگیش به همین کاگلیشه خیلی خوب شد خیلی عالی شد خوددار دیگه نمیده نه چرا یه سرخ میشه و فعلا داره گرم میکنه ها؟ نه بابا نه الان که الان اگه چوب لازم بهش ما بریم چوب چوب به ما بدین آقای چیز هر چی دارین بریزید بدین به ما خب بدین خب نه الان کنده بزرگ نمیخوان ولی ما نه یک کنده برش میارم اگه بزنه بی من بیشتر بشه بیشتر باید اره دارم اره از خانه میارم اما اره چیزی آها دیروز اگه اینا میبودن خوب بود خب دیگه کم کم تنورمون آخرا شد دیگه